خیلی ها مطمئناً میگن آره چرا که نه، تازه در مصرف آب هم صرفه جویی میشه. اما جواب غافلگیر کننده است. پشت این کار چیزهایی هست که کمتر کسی میدونه و حتی میتونه سلامت مثانه و کف لگن شما رو به خطر بندازه. مطالعات نشون داده مغز ما وقتی شرطی بشه به صدای آب، هر بار که شیر آب باز میشه ممکنه بی‌دلیل دستور فوری برای ادرار بده. این یعنی پرکاری مثانه و بی اختیاری میتونه از همین عادت کوچیک شروع بشه. یک تحقیق دانشگاهی روی مردانی که زیر دوش این کار رو انجام میدادن نشون داد صدای آب سرعت و فشار ادرار رو بالا میبره، حتی وقتی بدن واقعا نیاز نداشت. برای خانم‌ها موضوع حساس تره، چون کف لگن خانم‌ها برای ادرار ایستاده طراحی نشده. تخلیه مثانه کامل انجام نمیشه. این میتونه خطر عفونت‌های ادراری رو بالا ببره و یادتون باشه برخلاف تصور عموم ادرار استریل نیست. میتونه باکتری داشته باشه. پس اگر عفونت یا زخم دارید میتونه مشکل ساز بشه. پس اگه سالم هم باشید گاهی زیر دوش مشکلی نداره، اما تبدیل کردنش به عادت روزانه میتونه دردسرساز بشه. بهترین کار اینه قبل از حمام مثانه‌تون رو خالی کنید. این ویدیو رو سیو کن و برای کسی بفرست که هنوز فکر میکنه زیر دوش ادرار کردن بی خطره. شاید همین آگاهی جلوی یک مشکل جدی رو بگیره.